بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان و با قهرمان دیگری از قهرمانان تاریخ درخشان اسلام خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در قسمت گذشته برنامه قهرمانان ما در مورد موسی ابن نصیر رحمه الله، فرمانده بزرگ و والی افریقیا صحبت کردیم. هر جایی که ما در مورد موسی ابن نصیر بخوانیم یا مطالعه بکنیم، ضرور در پهلوی نام موسی ابن نصیر نام دیگری نیز به چشم میخورد که او نام طارق ابن زیاد هست. طارق ابن زیاد نیز یکی از فرماندهان معروف عهد خلافت اموی می باشد و او فاتح مباشر اندلس او هست. فتح اندلس به او نسبت داده می شود، اما بدون شک در فتح اندلس و در فتح اروپا موسی ابن نصیر و طارق ابن زیاد همراه هستند، سهیم هستند، شریک هستند. ما نمیتوانیم که نسبت کلی فتح اروپا را به یکی این دو قهرمان بدهیم و دیگری را نادیده بگیریم. نخیر، در فتح اندلس، در فتح اروپا این دو قائد و این دو فرمانده یکسان سهیم هستند، یک استاد و دیگر شاگرد، یک پدر و دیگر حیثیت فرزند را داشت که موسی ابن نصیر به عنوان استاد، مربی، کسی که طارق را تربیت کرد و طارق را بزرگ کرد و رشد داد. طارق ابن زیاد اگر در تاریخ شمالی افریقیا و اندلس نامش ثبت هست، پشت سر این موفقیت بزرگ طارق ابن زیاد مرد موفق، مرد سیاست، مرد جنگ، مرد نبرد، مرد میدان، مرد هوشیار و ذکی مثل موسی ابن نصیر رحمه الله تعالی هست. خب، قهرمان ما طارق ابن زیاد در سال 50 هجری در یکی از قریه های کشور الجزایر امروزی به دنیا آمده. کشور الجزایر امروزی که در شمال افریقیا هست و همین ما شما میدانیم، در آن کشور به دنیا آمده است. بدون شک در مراحل ابتدایی مثل فرزند هر خانواده مسلمان به تعلیم قرآن کریم رو می آوردن، قرآن کریم را می آموختن و سپس علوم ابتدایی شرعی را می آموختن. طارق ابن زیاد نیز مانند سایر فرزندان مسلمانان در آغاز قرآن کریم را آموخت، علوم ابتدایی را حاصل کرد نزد علمای آن سرزمین. اما وقتی که موسی ابن نصیر در آنجا به عنوان والی در افریقیا، کل این کشورهای چهارگانه، مراکش، تونس، الجزایر و لیبی، تمام این کشورها که شمالی افریقا هست، ما تحت ولایت موسی ابن نصیر بود. طارق ابن زیاد خیلی زیاد شوق و علاقه به جهاد و مبارزه، به جنگ، به معرکه داشت. به همین سبب رفت به لشکر موسی ابن نصیر پیوست. وقتی که یک فرد از لشکر موسی ابن نصیر قرار گرفت، موسی ابن نصیر هم
بالای آن توجه خاصی داشت. دید که این جوان با استعداد هست، شجاع هست، بهادر هست. پس از شجاعت و بهادری و دلاوری او باید استفاده کرد. پس او را به عنوان امیر شهر برقه فرستاد که یکی از شهرهای شمالی آفریقا هست. در او منصب تا چند وقت بود، اما موسی بن نصیر دید که طارق بن زیاد بیشتر از امارت در یک شهر خواهش و تمنای این را داره، عاشق این هست که فرمانده جنگ در لشکر در میدان جنگ باشد. به همین سبب او را به عنوان یکی از فرماندهان جنگی خود موسی بن نصیر اتخاذ کرد و گرفت و مسئولیت داد او را که شهرهای باقی شمالی افریقا که به قلمرو اسلام داخل نشده بود را فتح کرده به قلمرو اسلام داخل کند. و اینجا طارق بن زیاد جهاد خود را آغاز کرد و در فتح تمامی مناطق شمالی آفریقا بدون شک دست بالایی را طارق بن زیاد داشت. هر شهر را بعد دیگر فتح می کرد، هر قلعه را بعد دیگر فتح می کرد و فتوحات اسلامی را تا محیط اطلسی آنجا رسانید و در آخرین نقطه مراکش امروزی شهر به نام حسیمه است که او را هم تا چند مدت محاصره کرد و اهل آن شهر تسلیم شدند و مسلمان شدند. این گونه طارق بن زیاد درخشید و سپس او را موسی ابن نصیر به عنوان والی طنجه مقرر کرد. یکی از شهرهای بزرگ شمالی آفریقا طنجه هست. وقتی که در طنجه بود و تمامی مناطق شمالی آفریقا به قلمرو اسلام در آمده بود و تابع خلافت اموی بود، جز یک شهر در آنجا باقی مانده بود که شهر به نام سبته که در اونجا حاکم به نام جولیان حاکم آن شهر بود و فرمانده آنها که فرماندهیشان البته در طلیطله در هسپانیای امروزی بود و گوتی ها یا مسیحی ها بودند. بجز شهر سبته بقیه تمام شهرهای شمالی افریقا به قلمرو اسلام داخل شده بود. اینجا در تاریخ زرین اسلام حادثه فتح اندلس رخ می‌دهد. اما چطور؟ شهر سبته گفتیم که امیر شهر سبته که جولیان بود و تابع گوتی ها بود دختری داشت. دخترش را برای تحصیل و تعلیم به هسپانیا فرستاد. مرکز حکومتشان که طلیطله بود به آنجا فرستاد. دختر جوان این حاکم نصرانی جولیان در هسپانیا بود، در طلیطله به ضبط در طلیطله بود. شاه گوتی ها بالای دختر جوان و زیباروی حاکم جولیان تجاوز کرد. دختر به پدرش پیام فرستاد که شاه بر من تجاوز کرده است. اینجا جولیان غضبناک شد که چرا شاه با دخترش چنین کاری کرده است و خواست از شاه گوتی ها که رودریگو نام داشت از او انتقام بگیرد. اما او امیر یک شهر عادی بود، نمیتوانست که در مقابل شاه قیام بکند و یا سرکشی بکند. اینجا دید که تمامی شمالی افریقا بعد قلمرو اسلام در آمده و فاصله میان اندلس و میان هسپانیا، میان اروپا و شمالی افریقا فقط تنگه بحر مانده است و دیگر چیزی نیست. و میدانست که جز مسلمانان شاه رودریگو را هیچ کسی دیگه هم شکست داده نمیتواند. اینجا به طارق بن زیاد یا به موسی بن نصیر پیام داد که اگر شما خواسته باشید که اندلس را فتح بکنید و شاه گوتی ها را شکست بدهید، من برای این کار با شما همکاری میکنم. هم برایتان کشتی های خود را عاریت میدهم و هم رهبرها راهنماهایی را برای شما مهیا میکنم که شما را در مسیر کوههای سر به فلک آن سرزمین راهنمایی میکند و شما میتوانید به آنجا برسید. اینجا
موسی ابن نصیر نمیتوانست که به تنهایی خود فیصله بکند، چون اون طرف اروپا داشت فتح میشد، جنگ با یک ابر قدرت آن مناطق نمیتونست از پیش خود کاری بکند. به خلیفه مسلمانان ولید بن عبدالملک پیام فرستاد که این گونه راه هموار شده است برای فتح اندلس و هسپانیا، ما چیکار کنیم؟ خلیفه گفت وقتی که اینطور هست شما امتحان بکنید، اول آزمایش بکنید که این جولیان چقدر با شما صادق هست و دوم ببینید که واقعا امکان پذیر هست، یعنی قوت مسلمانان می توانید شما با رودریگو که شاه آن سرزمین هست، شاه اروپا هست، با آن درگیر شوید، بسنجید. خب اینجا طریف ابن مالک یکی دیگری از فرماندهان موسی ابن نصیر بود. موسی ابن نصیر او را با حدود 400 نفر میگویند فرستاد به آن طرف به سوی اندلس. طریف ابن مالک را افراد جولیان راهنمایی کرد و به جزیره سبز رسیدند. خیلی از مناطق را آنجا فتح کرد این لشکر 400 نفری مسلمانان و دید که اوضاع خوب است، مسلمانان می توانند بالا اینها هجوم بیارند و این مناطق را به قلمرو اسلام داخل بکنند. با مال غنیمت پس برگشتند به سوی موسی ابن نصیر و به موسی ابن نصیر گزارش دادند که فتح و پیروزی در مقابل رودریگو و فتح اندلس ممکن هست، ناممکن نیست. اینجا موسی ابن نصیر 7000 نفر را به طارق ابن زیاد داد و او را به عنوان فرمانده جنگی این 7000 نفر فرستاد به سوی اندلس. طارق ابن زیاد از این تنگه عبور کرد، در جایی که فعلا به نام جبل طارق معروف است به آنجا رسید و از آنجا حملات خود را آغاز کرد و شهر بعد شهری فتح کرده پیش میرفت، پیشروی داشت. رودریگو یک خبر شد که مسلمانان از آن طرف آمدن، خودش در جنوب درگیر بود، دید که اوضاع شمال خراب شده است، فوراً برای مقابله و مبارزه با مسلمانان لشکر کشی کرد، لشکر جمع کرد. مورخین می نویسند که 100,000 نفر رودریگو جمع کرد برای مبارزه با مسلمانان، به سوی مسلمانان در حرکت شد. اینجا طارق ابن زیاد در منطقه‌ای که به نام وادی لکه معروف بود اینجا پایین شد و به موسی ابن نصیر پیام داد که رودریگو با نیروی 100,000 نفری، حالا شاید مبالغه باشد، تعدادش شاید 50,000 باشد، تا 50,000 هم خیلی زیاد است. خب به هر صورت مورخین 100,000 میگویند. خب رودریگو با نیروی 100,000 نفریش می آید، از موسی ابن نصیر کمک خواست. موسی ابن نصیر 5,000 نفر دیگر را نیز به سوی طارق ابن زیاد فرستاد که لشکر مسلمانان 12,000 شد. طارق ابن زیاد بلند شد در میان این مسلمانان، خطبه معروفی را که با او منسوب هست ارائه کرد، آنها را تشویق به جهاد کرد و برایشان گفت که از ما و شما یا پیروزی هست یا شهادت. اگر زنده بودیم پیروزی نصیب ما می شود، اگر در این نبرد و در این جنگ کشته شدیم شهید می شویم، بالاتر از شهادت ما چی می خواهیم؟ بالاخره این خطبه طارق بن زیاد هم در نفوس افراد او تأثیرگذار بود، آنها را به مردانگی، شجاعت، دلاوری، به فداکاری تشویق و آماده کرد و بالاخره جنگ مسلمانان با رودریگو و افراد 100,000 نفریش به تاریخ 28 رمضان سال 92 هجری جنگ آغاز شد. اینجا یک چیز مهم است که با او اشاره شود. بعضی مورخین متأخرین میگویند که طارق بن زیاد تمام کشتی های مسلمانان را با آتش کشید و برای لشکر گفت که پیش روی دشمن است، پشت سرم بحر است، دلتان که می جنگید، دلتان که در بحر غرق می شوید. بعضی مورخین متأخر این را ذکر می کنند، در حالی که مورخینی که متقدم هستند در مورد فتح اندلس وقتی که نقل می کنند، حکایت می کنند، اصلا حادثه کشتی سوزاندن طارق بن زیاد را ذکر نمی کنند. پس این به ما این را نشان می دهد که این روایت جعلی هست، هیچ اعتباری ندارد. طارق بن زیاد همچون اشتباهی را هرگز نمی کند. به چند دلیل؟ دلیل اول این که این کشتی ها مال مسلمانان نبود،
ما قبلا خواندیم که حاکم جولیان، حاکم نصرانی، کشتی های خود را به طور عاریت به مسلمانان داده بود. طارق بن زیاد حقی نداشت که مال عاریت را در مال عاریت خیانت بکند، او را بسوزاند. یک. دوم، طارق بن زیاد در قرن اول هجری حضور داره. در میان این لشکر 12,000 نفری طارق بن زیاد تعداد زیادی از تابعین، شاگردان تابعین حضور داشتند. اگر همچون کاری را طارق بن زیاد میکرد، حتما آنها مخالفت میکردند. هیچ مورخی در مورد مخالفت آنها حرف نمیزند، پس معلوم است که این درست نیست. و در عین حال طارق بن زیاد خودش یک طالب علم بود، عالم بود، از تعلیمات اسلامی آگاه بود و یک خبیر جنگی بود، یک فرمانده جنگی بود. هیچگاه یک فرمانده جنگی و یک خبیر جنگی چنین اشتباهی را نمی کند که راه عقب نشینی لشکر خود را بسوزاند و بگوید پیش روی دشمن است، پشت سر آب است. پس به هیچ عنوان داستان سوزاندن کشتی که به طارق بن زیاد منسوب می شود درست نیست. خب به هر صورت این جنگ که به تاریخ 28 رمضان سال 92 هجری آغاز شد، 8 روز ادامه یافت. تا 7 روز دشمن 100,000 نفری در مقابل 12,000 مسلمان جانباز و فداییان اسلام رزمیدند، اما در روز هشتم تمام حربه های آنها ناکاره شد. دشمن اینجا شکست را پذیرفت، فرار را برقرار ترجیح داد. بعضی مورخین میگویند که طارق بن زیاد توانست که به رودریگو برسه و او را بکشه و او را قتل کرد و در میان صفوف دشمن تفرقه ایجاد شد و پراگندگی ایجاد شد و آنها شکست خوردند و از اینجا برگشتند. اینجا موسی بن نصیر وقتی که از این پیروزی عظیمی طارق بن زیاد آگاه شد، به او پیام رسید. خب او رهبر طارق بن زیاد بود، او هم آمد به اندلس و سپس این دو فرمانده نستو دو سمت متضاد اروپا را فتح کردند که از دو سمت حرکت کردند و بالاخره هر دویشان در طلیطله که مرکز حکومت و حکومتداری گوتی ها بود، نصرانی ها بود، به آنجا رسیدند و در فتح مابقی شهرها و منطقه های اروپا تا قلب اروپا هر دو فرمانده، هر دو قهرمان موسی بن نصیر و طارق بن زیاد همسان سهم بودند. اینجا جا داره که به یک داستان دیگری نیز اشاره شود. میگویند که موسی بن نصیر به خاطر پیروزی طارق بن زیاد حسد میکرد و مچه غبطه میخورد، با او میانشان تنش ایجاد شد، مشکل ایجاد شد. چند روایت های از اساس غلط هست. برای ما این گونه بعضیا جلوه دادن دشمن که گویا این قهرمانان ما به خاطر نام و شهرت و غرور میرزمیدن که والا فتح اندلس به نام تو تمام شد، چرا به نام ما تمام نشود؟ نه خیر، اینها مخلصین بودن، اینها قهرمانان واقعی بودن که جان و مال خود را به خاطر اسلام، به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر فتوحات اسلامی، به خاطر پیروزی مسلمانان صرف کرده بودند. این چیزها پیش آنها هیچ معنایی نداشت. این ما و شما هستیم که نفس هایمان ضعیف، ایمان ضعیف، در این چیزها غبطه میخوریم یا حسد میکنیم. نه خیر، آنها از این چیزها پاک بودن. درست است اختلاف دیدگاه شاید میان موسی بن نصیر و طارق بن زیاد ایجاد شده باشه. شاید موسی بن نصیر گفته باشه که چرا بدون اجازه من تا اینجا رفتی که لشکر اسلام را در خطر واقع کردی. شاید همچون چیزی شده باشه، اما در نهایت دو برادر بودن، دو قهرمان بودن و هر دویشان در فتح شمالی افریقا و در فتح اندلس و در فتح هسپانیای امروزی، ایتالیای امروزی، فرانسه تا قلب اروپا هر دو برادر و هر دو استاد و شاگرد که موسی ابن نصیر استاد و طارق بن زیاد شاگرد باشه سهم بودند. و سپس هر دوی اینها را بعد از این پیروزی عظیم و فتح عظیم که اندلس در قلمرو اسلام در آمد و سپس تا 800 سال مسلمانان آنجا حاکم بودند. تمدن، فرهنگ، همه چیز را برای اروپایی ها، مسلمان ها تعلیم دادند و یکی از مراکز و یکی از شهرهای علمی و فرهنگی مسلمانان اندلس قرار گرفت. چقدر از علمای بزرگی در آنجا ظاهر شد، تصنیفاتشان تا امروز وجود دارد.
بعد از این پیروزی ولید ابن عبدالملک هر دوی این قهرمانان را به دمشق خواست تا گزارش دهند در مورد این فتح و پیروزی بزرگ از ایشان بشنود. به هر حال هر دوی این بزرگوار به دمشق برگشتند. داستان وفات موسی بن نصیر را ما خواندیم و شنیدیم که در مورد او کمی ظلم هم از سوی خلیفه آن وقت صورت گرفت و در آخر خلیفه پشیمان شد، ندامت کشید و معذرت خواست از موسی بن نصیر و در مسیر راه حج وفات کرد. اما طارق بن زیاد وقتی که به دمشق رسید با موسی بن نصیر، بعد از این مورخین در مورد این قهرمان ما چیزی نمیگویند. نامی طارق بن زیاد بعد از اینکه به دمشق میرسه از اوراق تاریخ حذف است، چیزی گفته نشده در موردش. تحلیل و توجیه مورخین این است که این ابرمرد وقتی که به دمشق رسید، بعد از این دیگه خواست از انظار سیاسی، از این دغدغه های خلافت و حکومت و اینها دور بمانه، به زهد و تقوا روی آورد، به عبادت و بندگی الله رو آورد و بدون شک در اواخر قرن اول هجری و در آغاز قرن دوم هجری، شاید سالهای 97 باشد، 98 باشد یا 99 تا 100 یا در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز سال 100 و 101 باشد، این ابرمرد تاریخی ما، این قهرمان از قهرمانان تاریخ درخشان اسلام در دمشق وفات کردند. انا لله و انا الیه راجعون. تا قسمت بعد و برنامه بعد با قهرمان جدید، الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.